برو تو از صبح کجای میرم خود خود گم میکنی تا مضافه فکر نمیکنی همینجوری از خود زندگی دارم. خب چیکار کنم؟ سعی کنم برو بخونیم اومه برای بگو کمون تفنگ امبولانس ما بده به خاطر از اینکه ما برفتم سر زمینا همیت مقبول یک جای فیکس به شکل دام جور کردم گندم ریختوندم که کفتر مفترای نبشینه که همینجا بگیریم چند تا شکاره بکنیم. آه دیگه فقط عاجل برام اونا رو بیارم من میرم سر زمین تفنگ برو بیار سر زمین. خب من میرم. فهمیدی؟ خب برو بخیر. عباس بله میگم میتونه نشه که تو بازی کرده و خیلی بری تا بعد مازدگر نهی زودی بیای که ما سر زمین رو متحل کنم کمال 500 تا کفتر ما شاید جمع شده باشه دایره میگم ما. خب بیا بریم بشینیم اینجا بریم بابا بشینیم جان این کفترها که اینجا بشینید اینجا 60 تا به یک دم میگیرم رنج ما گل بشه و برکن. یکی نه دیگه با بیلا بزد کار خدای بیسی خراب کرد. این دیگه باز از کجا آمد تو سه که تو که از صبح ما زحمت کشیدم 3 ساعت ما دونه ریختم همه رو بپرام صبر کن. بچه خودی تو رو تو چی بهم جیگا چی مرگ بکن میدیم جیگا صبر کن تو میگم کفتر بگیری ها. دامشون نکنم جیگا چند تا کفتر بگیریم تو سدی هم بگی خودی سنگ بزیدی همه رو رم دادی تو یک ذره فهم و درک نداری بیا بشه میجیگا. چیه؟ تو از کجایی ماما؟ من محله خود محله خود چی مرگ بگی؟ بیا آمدم خود کفتری بگیرم. این کفتره شما نه که سریعیه. من دور از میجیگا زحمت میکشم دامشون نکنم میجیگا خب چند تا کفتر بگیرم تو واسه گیرسی چی شوندی؟ من دونه ریختونم میجیگا من. چی شوندی؟ دام چیه؟ حالی بیا سبب تو توضیح ده دام چیه؟ کفتره اولیه بیا آمده تا گندما مردم 6 تومن بگرفتم مایم بگیرم. او گندما مردمه؟ پخلیا. نه شما نه. نه بس شما نه. بجستم برفتم. اونی بیا آمده. سرسره نکن دیگه بس که بشینم میجیگا. سیگو چی میگم تو؟ چیه؟ اگر یک دفعه دیگه دیدم که تو به چهار طرف آمدی دایره بر همین زمین از بکلا نکنی. بخو کفتر بگیرم میرم. وقتی کفتر بگیرم فقط میگی که شهری تو که کس بخو کفتر بگیرم خدا برا شخی. دیگه تو به چهار طرف نبینم همین نفهمیدی. حالا شو. استاد شو تو میگم. وقتی برو وقتی. وقتی دیگه تماشا میکنم بریم. وقتی مثل سوریکای خود پرتکری وقتی برو گم شو که دیگه تو نبینه که همینجا ما دام شون زحمت ما رسته از بین میبری تو. همه تو فلردی که ور نمیخیزی وقتی دیگه جا خب برو گم شو. یار آدم شله بیده غم نده وقتی برش وقتی. وقتی برو محله خور وقتی چی مرگ می وقتی. تمام زحمت تا دو روزی مزدی به خاک اکسان کردی.
من دونر بخورم و برم 5 من دیگه دونر بخرم. مثل که سر تو بگه بلی نمیشه. می بالشتم بیارم به تو. گونگی لال کنه شیر بخی دیگه. بخی بده دیگه تو بیچار باز خور پرتو که باز خور پرتو که وقتی ماما جان کمو فهم به کار زندگی خب وقت به تو میگم وقتی کمو فهم به کار زندگی خب بلا از این هفته که وقتی از این فیلم ما خیلی بازی کردی وقتی برو سراخ برو وقتی ماما برو به سراخ برو کفتارو نمیای به تو میگم وقتی زد چرا به قبل نمیفهم وقتی به تو میگم فکری به سهر ما فیلم بازی میکنه کامل نکو خزن خب وقتی به تو میگم دیگه این چه کار هوا به سر تاثیر کرد نسندی گم کشن ولی گب میزدی وقتی ماما وقتی خب وقتی به تو میگم چی رقم آدم ما بدیرم به این رقم آدم نه دوی رقم شله هستی ماما هستی به اوش خواست هستی یا نه بابا جان به تو میگم وقتی که من جگه بسته کارا بمونده من از صبح اینجا زحمت میکشم وقتی را برو به تو میگم سیکو چی رقم را میره یاره بعد تمثیلگری بودی ماما تو گوش که با اینجا شیش بوش خو هستی ماما یا نه هستی بوش خو این چرا از زبون افتاد بگی یه گپ افتاد چکار شدی وقتی ماما جان زحمت 2 روزه ما رو واسه چی کردی وقتی با تو بگم زبون مسلمانی به تو میگم بفهم دیگه خوب وقتی دیگه به تو میگم وقتی به تو میگم چه کار میکنی چی جنجال افتاده خود ازی مازگرم اینجا پرتای باش تو مرد به طریق تو از زمین پیش بیا و خود کار رو İşte bence. İşte bence. یاری گیله گیلی بلند پیار کنی گلم آقایون بمردم با استوف کردم با برو دام دارم اول بدنم کفتران همه حقوق میگیرم خدای همه بابا
این مسکینی بیچاره 2 روز میشه میگه اینجا دام میشونو فقط میگه شرکت پیه رسیده. آخه دلم دردم هنو کمیجه تو روش نهی باشی و میجه بخو این بفرگوی مرتگه فلج شد گناه خون ازید کی بده شیر و مال تو من بیامد کفته رو کردم بکن باشه میگم برارمه تو 3 ساعت من اونجا به سر زمینه بشینی آخه چه تو تفنگ نه تو کل از تراب در میشی والله برفتم مثلا ماما خو برفتم خب برفتم مثلا ماما خو گفتم ماما تو برفتم شکار پس بیام خو یعنی تو مزار نکردی که یک تلفن از اون گوشی کسی خو بدر کنی یک زنگ بریم بزنی چی میفهمم کشار شد تو شاید پس بیامده باشی برارم من برفتم 3 ساعت اونجا مقبول گندما رو آماده کردم تیار کردم 500 تا گفته به دور شیشته بود نکردی که بریم تو فنگ بریم نفر بیام تیر شد خود سنگ بزد همه کفترا رم داد تمام شکار مکار ما چی اگه تو زودتر خور میرسونی که حداقل 140-50 تا کفتر که شکار میکنی خب گناه من یا تفنگ نبود خب می بود میشه می آوردم 3 ساعت من شیشته زمان بقال کنیم که تو اونجا بشوندی همون در فکر نکردم یک زنگ بزنی به من به خدا برو خو 100 سال لگه تو درس نخونی تعلیم نکنی باز هم احمد پودی که بودم احمد پودی کیافر سه که تو فقط غلام مدی ترین میمونه کجا میری بیا مثلا بیا